هموطنان عزیز سلام، امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. بازم بصیر بخشی در خدمت شما قرار دارم و در این برنامه آمدیم به جایی که قرار است نهاد هیله او ژوند او هیله نهاد ژوند او هیله قرار است که به تعداد 40 فامیل مورد کمک و مساعدت خود قرار بده. این فامیل ها کی است و این کمک ها از طرف کی شده؟ میریم از همراه با مسئولینش صحبت میکنیم و گفته هایشان رو میشنویم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نقیب رحمان رؤوفی است، مسئول نهاد ژوند ویل راجستر وزارت اقتصاد هستیم. از 2 سال ما این نهاد پیش میبریم. الحمدلله با کمک‌های افغانای با احساس که در اروپا است، در خارج هستن، کمک روان میکنه. این دفعه هم خواهرای که مقیم لندن است یک مدرسه داره، مبلغ 2,43,950 افغانی رو روان کرده بود که 26,000 برای یک برادر دیگه دادیم. 2,18,000 برای 40 فامیل تهیه کردیم اینجا که برای فی فامیل 5,000 افغانی میه و ان شاء الله الرحمن در این فامیلا هم فامیلای را ما چی کردیم که رفتیم معلومات کردیم دقیق چیره. فامیلای بی بضاعت و یتیم است که اکثرش 5 ماه 6 ماه میشه حتی که شوهرایشان فوت شده یا به شهادت رسیده. در اینجا فامیلا را آوردیم دیگه، ان شاء الله که بعدی کلیپش شما خواهد دید. درست، تشکر، زنده باشین. و آجی صاحب میشه که شما معلومات بدین که این موادها شامل چی چیزها هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسیح رحمان پوپل هستم، همکار با رؤوفی هستم. امروز خوشبختانه بسیار در ماه مبارک، ماه بسیار نیک است، چنان که میفرمایند دل به دست آورد که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. ما سپاسگزار هستیم از خواهرای مقیم لندن ما که یه همکاری را، یه بشر دوستی را همیشه کردن و همیشه دارن، همیشه کمک خود را به افغانای خود میرسانند. و ما قبلا لیست گرفته بودیم، لیست رفتیم و با حاجی صاحب محترم دیدن کردیم فامیلایی که واقعا یا یتیم هستن، واقعا نیازمند هستن، بی بضاعت هستن. ما دیدن کردیم و لیست گرفتیم، نامایشان لیست گرفتیم، فامیلایشان که مشکل واقعا داشته باشه و خواهرای ما که از دلسوزی خود کمک کردن واقعا به جایی که میخواین با ما برسن. ما یه لیست گرفتیم، تنظیم کردیم ایشان و هر کدامشون از فامیلایشون از نزدیک دیدن کردیم و وارا ما خواستیم. و یا 40 فامیل هستن که به هر فامیل ما 6 قلم مواد که با شما میبینین 6 قلم مواد در این وقت برشان تهیه کردن. شامل هارد است، برنج است، بوره است، مکرونی است، روغن است یک بوتل و مایع دستشویی. همون که و همچنان هیره که ما هر وقت برشان سپاری کردیم و ما در پالیش ما کرایرهای رو برشان میدیم که پس با خانه های خود همین جنس ها انتقال بدن. بله و خودشون بسم الله بره اونجا برسن. صبری نه برین شما برین. صبری. اسیلا بیا اسیلا کدام است؟ بیا داشته مادر کردگه کلاسنز بیا اسیلا مادر اسیلا بره اونجا استاد شدیم. مادر جان سلام علیکم. و علیکم سلام. میشه که مادر جان میشه که درباره مشکلاتتان بگوین؟ مشکلات مریض است. فرجس وڑا اولادی نمیگی. در 15 نفر کور که چای نلارو چی بخورو. مشر زوی میده آدی. هیچ آغا نلوریه. نزوی پزای دی بیخی طلای نشی. خپل آداس خپل منزت خپل آغا تبیخی که طلای نشی. چیز داشتین به خوردن؟ بچه‌هاش چیز پخته کرده بودین؟ داشتین موادی؟ نه هیچ شای نلوری. هیچ شای نه قبریج خالی بخورده ولی ما پر سپوره دوره هم نلارو. سپوره هم نلارو قالی بیا خداوند مهربان است. خواهرای ما از لندن بر شما کمک کرده و یا مواد که مربوط شما میشه ان شاء الله که بخیر استفاده بکنید. این هم 100 افغانی هم پول انتقال بدن مواد مادر جان هم تقدیم شما. دوست عزیز میریم به طرف فامیل بعدی ما. سلام خواهر جان. سلام. خوب هستین؟ تشکر شما. میشه که در رابطه با مشکلاتتان ما خودم شوهرم از دست دادم، شهید شدک در انتحاری. دیگه کدام سرپناهی ندارم در خانه. خودم هستم که در خانه کار میکنم، با اولادکایم نام آمده میکنم. چند تا فرزند دارید؟
خودم 2 تا فرزند 2 دارم. تا فرزند داری. باز قوم خیش کس کتان کمک میکنه خیر؟ نه بابا در این وقت که کس به کس کمک میکنه. و در این شرایط که همه چیز گران شده و قیمت شده شما یا برنج آر چیز در خانه داشتین و خیر؟ نه ما هیچ نداشتیم آرد برنج. میرم در خانه کالاشویی میکنم، همون که 150 میته باز به اولادای خود یک چیز تیار میکنم. بیا خداوند مهربان است خواهر عزیز، هموطنای ما بر شما کمک کرده و دست خیر دارن و ایام 100 افغانی بر شما که موادتان انتقال بده. روزی میکنم رات کلاس کدن سه آمده تاریکی شدیم برق سرم قطع کرد پیسی برق ندور پیسی کرای خانه 5 ماه مونده 5 تا چه سرکات یکی نباشه که بچه مریضه تکلیف اصاب جوان بچیم تکلیف اصاب مریضه در خانه قربانی روی خدا خیلی خوبی بده خدا کسی خوبی کنه که به ما کمک کنه بخیر خدا باشید کمک مادر کنه. جان بیام پول بگیرین به خاطر انتقال مواد و دوستای عزیز چه خوب است که این نهاد یک خوبی دیگه کی داره که قاری صاحب قبلا نامیاد کردن گفتن که بعضی کسایی که نیازمند شدید است مثل مادر ما اونا را در دست خود میگیرن و دورای بعدی هم اونا را کمک میکنن بار کمک. فامیلا است که یا مرد نداره اکثرش. ما ایره به خاطر پیغام به مردم افغانستان میتونم که سعی کنید که ما یتیمای اردو پلیس هم است اینجا ما شما یتیمای امارات اسلامی مجاهدین از وام که ما یتیمایش هست. یعنی روز آمده که ما باید دست کلگی را بگیریم که اینجا دیگه گپ هیچ فرق دی باید نکنیم برای کلگی کمک کنیم. رحمتش کنه و ایام 100 افغانی پول کرایه را که شما مواد انتقال بتین به طرف خانه. سلام خواهر جان. و علیکم سلام کاکا جان، ما بیوست هستم، ما چی نداریم، بیادرای ما پدر مرد، حالی ما خوار کلانش هستم، بیادر نداریم. چند تا بیادر داری؟ نداری. ایت نداری؟ خوار چند تا داری؟ 5. خب دوستای عزیز، خوراک ما عقده داره در دل خود و نمیتونه صحبت بکنه. خداوند مشکلاتش حل بسازه. نک خوراک گریان نکن. خداوند مهربان است و ما هموطنایی داریم که دست خیر دارن و کمک میکنن. تشویش نکن خوراکم نکن. پدرشان فوت شده، مادرشان به مو حادثه تکلیفی عصبی گرفته دیگه. مسئولیت خودش بیچاره کلش بدوش عزیز. خوب یک دختر ذکی است، خداوند و خیر نام خدا از هم صحبتش معلوم میشه که خوب یک دختر لایق و خوب صحبت میکنه دیگه. انشالله آینده روشن داره، خداوند رحم بکنه دیگه. تشویش نکن، تشویش نکن، انشالله که تمام مشکلات حل میشه. نک گریان نک خوراک. دوستای عزیز، فامیلایی که البته خانمای جا آمده بودن نامه از اینا رو اول خواندیم که اینا کارایشان بخیر خلاص و موادای خود انتقال بتن و بعد از این میریم به طرف آقایان. همین پروسه
که مثلا شما میرین سروی میکنین چگونه است قالی یه طور است که ما سر زبان خودمون نفر باور نمیکنیم که تا یک همسایش نگویا یا یکی از رفیقای ما اونجا نره او را معلوم نکنه، به خاطر که در افغانستان خب بدبختی است که حق به حقدار نمیرسه. همیال ما خودم در چند جای دیدیم که ملل متحد توضیح میکنه برای وکیلا پیسه را میته، برای مردمای میته که دوسیه اولادش در خارج است. و باز ما برای شما بگیم که کمک مؤسسه نیست، این کمک خواهرای افغان که در لندن مدرسه داره یک احساس خیر دارن. یعنی شما کلی سفرا را دیدین که یک کل یتیم در به در خاک بسر است، کسی در اردو، کسی در امارات اسلامی و کسی در جار انتحار شوهرای خود از دست داده و می چیز سر ما شما میای که تا دست نمت مردم در مواد اولیه بگیرید. و ما بر از یا مدرسه هم جور کردیم دیگه، برادرایی که کمک میکنه یا چی داره همین کلیپا را سعی کنه ما لیست از یارت در سایت ها میندازیم که میتونه که خود این فامیلا مستقیم در رابطه باشه کمک کنه. هیچ ضرورت به این نیست اگه سر ما کسی اعتماد میکنه نمیکنه. هدف ما رضای الله است و خدمت به این مردم است که یا دیگه از احتیاجی محتاجی از این مردم بره خود از یا سر پای خود استاد شود. خب دوستان عزیز در کنار ما آجی صاحب بزرگوار هستن، فکر میکنم که اینا از میدان وردک آمدن. همین رقم است؟ از میدان وردک آمدیم. بسیار خوب. و چی مشکلات است در میدان وردک؟ والا صاحب مشکلات خود همین مشکلات است که مردم خوشکاری است، بله. کسی چیزی نداره، سرکا خراب است. باید که چقدر توجه در شهر باشه او قدر در اطرافان باشه دیگه. خب. از این نهادهای خیری که مثلا در کابل زیاد است کمک میکنه خانواده‌های بی‌بضاعت و آیا در ولایت شما هست خیر؟ است کم است. کم است. و شما را که امروز مواد را برتان تسلیم کرد و کمک کردتان چقدر رضایت دارید؟ بسیار رضایت داریم، چرا که مردم بسیار مجبور است چطور رضایت نداشته باشیم. بله. باید حتما رضایت داشته باشیم، به خاطر اینه که یک کمک خیر است یا ملیتی ما بیوها بسیار از سریازی خوش میشه. بله. و چی مشکلات دارین شما در زندگیتان؟ والا مشکلات خود دیگه مشکلات نیست، این مشکلات است که بیادر باغا امسال سیب نکرده دیگه، زمین او خشک بود چیزی نشد دیگه، مردم حیران مانده دیگه. دمی کمکات دیگه چی هست منتظر است که بیاید برای مردم توضیح شود که مردم مشکل خود حل کنه. و این خواهر ما که بر شما کمک کرده بر از اینا چی گفتنی داریم؟ والله گفتنی داریم که خدا با حضور خیر بده، خدا دیگه هم توفیق بده که خاطر مردم افغانستان کمک کنه، چرا که این یک خواهر ماست دیگه، چرا دلدردی داره و من برایش دعا میکنم به خاطر اینمی که کلگی مجبور است که اینجا آمده به خاطر کمک. خب دوستان عزیز برنامه خود در اینجا خاتمه میتیم، البته با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید توسط قاری صاحب و قاری صاحب تلاوت میکنه و برنامه خود در اینجا خاتمه میتیم و کسایی هم که مواد خود تسلیم شدن و میگیرن و میرن به طرف خانه هایشان. قاری صاحب میشه که تلاوت بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب مسلمانان دی غربت و خلاص کی
خدای پاک رحمت و بارانونه شروع که خدای در چاس کمک کرده خدای پاک خیر و برکت ورکړي خدای نورم توفیق ورکړي چې مسلمانانو سره کومک وکړي او خدای پاک دې دغه مسلمانان ټول په اتفاق او په اتحاد کې او خدای پاک دې موږ او تاسو په هر وخت په اتفاق لري دغه کومک چې کله دغه له هغه ذات رضا چې راوړل شوي دغه ورونو چې دلته توزیع وکړه خدای دې ټولو ته خیر و برکت ورکړي آمین ربنا ما خلقت آمین برحمتك بخیر